ما شکرانه آن را کنیم که ما وطنی آزاد داریم. در زمان اتحاد شوروی در تاجیکستان همگی 19 مسجد وجود داشت. حالا قریب 5000. هر سال این رسما هر سال زیاده از 7000 خانه خدا را زیارت میکنند. این رسمی حج فرضی. هر کجایی که خواهیم امروز به کدام دولت دنیایی که میخواهیم امکانیت داریم سفر میکنیم. یا فرزندانم زیاده از 50,000 نفر نورسان و جوانان صاحب استعداد دولت تاجیکان امروز در دانشگاه و دانشکده های معتبر دنیا، زیاده از 40 دولت دنیا تحصیل علم، تحصیل کسب و هنر دارند. این شکرانه تینجی آرامی آزادی نمی کنیم. 1000 مراتب شکر گفتن امان یک به یاد بیاریم. روزهای سخت سنگین سالهای 90. کدام ممان خانه خویش و اقربای خودمان از یک ناحیه به ناحیه دیگر می رفتیم. کدام ممان در جنازه یک خویش و اقربای در دیگر ناحیه دوردست بوده رفته اشتراک کرده می توانستیم. کدام مسجد و مدرسه کار و فعالیت میکرد. اولا که شکرانه کنیم که ما دولت داریم. ما دولت تاجیکستان عزیز محبوب داریم، وطن داریم، استقلالیت داریم، آزاد هستیم. تقدیر خودمان را در دست خودمان است. ما یراق هسته‌ای دیگر قدرت هایی وی نداریم. یراق هسته‌ای ما قدرت و توانایی ما در وحدت ملی است و سرجمی ملت تاجیک.